پدر عزیز مرحمت به نزد من بیاید. واقعا هم پدران شاه ستون خاندان هستند که ما فرزندان را با تمام امکانیت و شرایط و ناز و عشوه تعلیم میدهند، تربیت می نمایند و مثل همین شاه پسر به تخت بخت شنانیده و خوشحالی میکنند. البته میان دوستان و نزدیکان، خویش و تباران و حق و همسایه ها. این پدر بزرگوار کنید. و شما گفتنیم که پدر، من به آژنگ تو با ذکر خدا می نگرم. نقش قرآن کریم است برویت پدرم. نور آیات شریف است که چون شمس و قمر خوانده‌ای همچو ظفرنامه‌ای شام و سحرم. زندگی یک نگه معرفت آموز تو بود، 100 جهان شکر اگر یک نظرت بهره برم. جامعی به قصبت را چون درفش کاوه، به لوای وطن افراخته بالای سرم. پدرم، ای پدرم، ای پدرم، به چمنزار بهشتی توی پیوندگرم. بیاید برای همین پدر زیبا و پدر نورانی و پدر جسور یک قرصکی دوست داشتنی میزنیم. جهان سپاس. پدران پشت و پناهی پسران، پسران دست و عصای پدران. پدران نامگذار پسران، پسران نام بلندی پدران. پدران ساق و سلامت باشد و پسرها در امانت باشد.